وای دکتر درد دارم. اون ازم بکش بیرون. وقتش بشه میکشم بیرون. بکشش بیرون. همونطور که مشاهده کردید درد خانمتون خیلی زیاده. ما میتونیم با یه فناوری جدید قسمتی از درد رو به فرزندانتون منتقل کنیم. میخواد برای بابام بذاره. ما چرا باید درد بکشیم؟ خاک تو سرت. مادرتون. آیا دکتر نمیشه تمام درد رو وارد این پسر بزرگم کنید؟ چرا؟ خیلی. طبق این تکنولوژی درد بین تمام فرزندان تقسیم میشه. دکتر من آمادم. اینکه درد مامانم کم بشه هر کاری میکنم. من اهمیتی نمیدم. اصلا برام مهم نیست. خب پس من با 20% شروع میکنم. وای حسش میکنم. فقط درد منتقل میشه نباید حسش کنی. بدن ضعیف. دکتر من هیچی حس نمیکنم. 40% بشه. اوکی. 40%. داره به دنیا میاد. بابا دستمو بگیر. تمام کن. بچه‌مون خیلی خوشگل میشه. من دارم میزام ها. آها. ولی من هیچی حس نمیکنم. طبیعیه. یه لحظه. الو خونه ای؟ من یه دل درد شدید دارم. هیچکی هم خونه نیست. میتونی بیا؟ ولی من الان بیمارستانم. دکتر هیچی حس نمیکنم. 60%. وای بدتر شد. دکتر 100%. بی‌اعتمادم کن به همه دنیا این که با من بود.